سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و جیبتون پرپول با یه سری از ویدیوهای جذاب از تصاویری که خبرگزاری رویترز توی سال 2024 منتشر کرده قرار 12 تا ویدیو بسازیم و هر ماهو بیایم تصاویری که منتشر کرده رو با هم دیگه بررسیش بکنیم و تمام وقایع مهمی که توی اون تصویر به دردتون میخوره رو بهتون بگم و لذتش رو ببریم. بریم سراغ ویدیو که ببینیم این تصاویر چی هستن و چه دیتایی رو میتونیم ازشون برداشت کنیم. خب بچه‌ها، همونطور که میبینید خبرگزاری رویترز 611 تا فوتوگرافرز یا همون عکاس توی 120 تا کشور اومدن 1.6 میلیون عکس گرفتن که اون عکس های جذابش رو منتشر کردن توی هر ماه و ما هر ماه میریم جلو و تمام دیتا هایی که منتشر شده رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب بریم سراغ ماه اول سال 2024 یعنی جنیری و ببینیم اولین تصویری که منتشر شده چی هستش. خب بچه این هنده و خیلی باحاله که این تصویر این مرده این وسط داره نمای بیرونی یک انبار احتکار شده یه برنج و گندم نشون میده. یعنی توی تاریخ 21 جنیری این عکس گرفته شده و اون زمان توی هند احتکار برنج و گندم میکردن. دلیلش هم چی بوده؟ به خاطر این بوده که حالا سیاست‌های دولت یه جوری بوده که بخوان افزایش قیمت، یعنی با کاهش عرضه باعث بشن که افزایش قیمت روی دارایی‌های حالا گندم و برنجی که اون کله گنده هاشون دارن لمس بشه، که کاملا هم تونستن این کارو بکنن. یعنی من رفتم دیتایی که منتشر شده رو توی هند بررسی کردم، برنج 18% و گندم 11% توی سال گذشته افزایش قیمت داشته و دولت هند هم اومدش یه سری سیاست‌های صادراتیشو محدود کردش و عرضه بین‌المللیشو کم کرد که حالا تقاضای داخلی باعث بشه که بتونه قیمت رو حداقل یه ذره کنترل بکنه. خب این تصویر توضیحات کاملش رو بهتون گفتم، هیستوریش رو بهتون گفتم و بچه دقت کنین که این چیزایی که دارم میگم دیتاهاشو همه رو خودم در آوردم، یعنی فقط این عکسه بوده و من رفتم تاریخ رو سرچ کردم ببینم که اون واقعه چه اتفاقاتی رو رقم زده و این کار به شدت از نظر زمانی تایم برده. پس حتما حالا من مجدد بارها تاکید میکنم که لایک بزنین، کامنت بذارین، نظر خودتون رو بگین. اگر دیتایی اشتباه دارم بهتون منتقل میکنم حتما بنویسید واسم و هر چیز دیگه‌ای که میتونید اضافه کنید به محتوا رو توی کامنت ها بذارید. این تصویر اولمون بچه‌ها. تصویر دوم تخصیص داده شده به رالی داکار. بچه‌ها این رالی از زمانهای قدیم توی اروپا برگزار می‌شده ولی سال 2020 منتقل شده به عربستان. توی صحراهای شنی و نمیدونم کوهستان و هرچی مناطق سخت و صحرا و بیابون و این داستان هستش برگزار میشه. این تصویر حالا چرا گرفته شده؟ این عکاس بعد از 48 ساعت فوکوس گذاشتن که یه تصویری رو بخواد درست برداشت بکنه، این تصویر بعد از 48 ساعت گرفته شده و خیلی جالبه که دیتا بخوام از رالی داکار بهتون بگم که توضیح دادم از سال 2020 منتقل شده به عربستان و هر سال توی حالا جنیری توی عربستان برگزار میشه. حالا اتفاقات خیلی بعدی که مثلا پارسال تو سال 2024 توی رالی داکار توی عربستان افتاد، باید اشاره کنم که یک راننده اهل جمهوری چک با سرعت بسیار بالا به یکی از عکاسا خورده و همون لحظه جونش رو از دست داده و اتفاقات خیلی جذاب دیگه‌ای که افتاده میشه از حملات امنیتی که صورت گرفته و یکی از راننده‌های فرانسوی مجروح شده توی این حملات اشاره کرد که دولت فرانسه کلی نقد کردش به این موضوع که آقا دیگه بس دیگه تو عربستان برگزار نکنید. و خیلی جالبه که بچه‌ها همین بغله اون کشوری که میگفتیم آقا عقب مونده نمیدونم ملخ خورن، ببینید چقدر داره توی صنعت گردشگری تمرکز میذاره و به وسیله این مسابقات و آوردنشون توی عربستان ببینید چه گردشگری رو داره سرمایه‌گذاری میکنه که بتونه تو سالهای آینده حرفی رو گفتن داشته باشه که همین جام جهانی هم که خیلی قریب الوقوعه که داخل عربستان صورت بگیره. بریم تصویر سوم. تصویر سوم تراکتورهایی هستن که
اعتصاب کردن به شرایط مالیات و نمیدونم افزایش قیمت ها و قوانین سبزی که واسه محیط زیست گذاشتن و این تراکتورها یا همون بهتر بگیم کشاورزان اروپایی اومدن توی تاریخ تقریبا 29 ژانویه اعتراضاتی رو انجام دادن توی اروپا که علل خصوص توی کشورهای فرانسه، این تصویر بچه برای پاریس هستش، علل خصوص توی فرانسه اعتراضات خیلی گسترده بود که حالا بخوام چیزای جالبش رو بهتون بگم، انقدر توی پاریس سنگین بوده و کشاورزا محاصره کرده بودن یعنی پاریسو که دولت حدود 15,000 پلیس و نمیدونم حالا ژاندارمریشون و هر چیزی که اسمشو میذارن و علم کردش که این اعتراضات رو بتونه بخوابونه و شیوه های اعتراض توی کشورهای دیگه اروپایی مثلا متفاوت بوده. مثلا توی بلژیک تراکتورها اومدن کود توی معابر ریختن. یه از خودتون تصور کنین که مثلا توی آبر پیاده داری راه میری و کود ریخته و کسایی که حالا توی مزرعه یا گذرتون حتما به مزارع کشاورزی خورده یا مثلا پارکایی که رد میشین کود گیاهی دارن میدن، ببینید چه بویی صادر میشه و فکر کنید که کل بلژیک مثلا یه مدت این بوئه رو داشته تحمل میکرده. این تصویر به خاطر اون گرفته شده و جزء اتفاقات جذاب حالا ژانویه سال 2024 هستش. بریم سراغ تصویر بعدی. یه انباری بوده توی، اگر اشتباه نکنم سمت کنیا بوده، اگر درست بگم بله کنیا بوده که توی 30 ژانویه همین 2024 اتفاق افتاده. یه انباری بوده که بشکه‌های نفتی و چیزهایی که قابل اشتعال بوده رو نگهداری می‌کردن داخلش و میترکه. من هر چقدر سرچ کردم هیچ اطلاعات دقیقی راجع به این موضوع که علت این که این انبار منفجر میشه پیدا نکردم. تنها چیزهایی که موجود بودش برای خاموش کردنش فکر کنم حدود 24 ساعت زمان برده و اون عکاسی که این تصویر رو گرفته، حالا متنش اینجا هستش که میگه برای بار اولم بودش که یه همچین تجربه‌ای از این حجم از گرما و نور رو داشتن تجربه میکردن و واقعا شرایط غیر قابل تحمل بود. این تصویری بوده که گرفته و از دیدگاه رویترز اتفاق مهمی بوده و تصویرش منتشر شده. این تصویر بچه‌ها فرودگاه توکیو توی تاریخ 2 ژانویه بعد از 1 ژانویه که زمین لرزه بزرگ تو تصویر بعدی هستش، اونجا توضیحش میدم. توی 2 ژانویه یه فروند ایرباس A350 میاد مستقیم میخوره به یه دونه هواپیمای، یعنی هنگام فرود میخوره به یه هواپیمای گارد ساحلیشون و بوم همه چی میترکه. اتفاقی که میفته 379 تا از حالا سرنشینات مسافرانی که توی این هواپیما بودن به اضافه 12 تا پرسنل اجرایی خود هواپیما خوشبختانه سالم میان بیرون، اما 5 نفر از 6 نفری که توی هواپیمای گارد ساحلی بودن متاسفانه جون خودشون رو از دست میدن و این تصویر در 2 ژانویه گرفته شده که میبینید که هواپیمای مسابقه بری ترکیده و وسط نصف شده و داریم میبینیم که تصویر گرافیکی بالی هستش ولی واقعا دردناکی هستش. بریم تصویر بعدی. زمین لرزه‌ای هستش که دوباره توی 3 ژانویه این گرفته شده، اما زمین لرزه توی 1 ژانویه توی ژاپن اتفاق افتاده و عمق این زمین لرزه بچه‌ها 7.6 ریشتر بوده. یعنی خود دولت ژاپن توی 48 ساعت احتمال سونامی میداده، یعنی سونامی اون آلارمش روشن بوده و اخطار رو به کل مردمانش داده بوده که امکان داره سونامی اتفاق بیفته. و این تصویر یک ماشینی هستش که حالا یکی از این امدادرسانی‌ها داره بهش نگاه میکنه که چجوری توی زمین فرو رفته. و اتفاق جالبی که بخوام بهتون بگم این هستش که کلا فکر کنم 59 نفر کشته این زلزله داده، یعنی 7.6 ریشتر زلزله اومده، بعد کلا 59 نفر توی ژاپن چیز شدن، جون خودشون از دست دادن. که من داشتم فکر میکردم که خدایی نکرده اگر یه همچین زلزله‌ای توی تهران بخواد بیاد،
واقعا فکر کنم میلیونی کشته بدیم، یعنی انقدر زیر ساختمون داغون و به درد نخور هستش از وضع ساختمونا و ساخت و سازهایی که صورت گرفته و مسیرهایی که داریم. واقعا فکر کنم یه همچین حجم ریشتری خدایی نکرده اگه بخواد بیاد تهران رو از دست میدیم، یعنی کلا خداحافظ. ولی ژاپن دمشون گرم 59 نفر کلا از بین رفتن. بریم تصویر بعدی مسابقات ملبورن استرالیا توی تاریخ 19 ژانویه. چیز جذابی نیستش بچه‌ها، من یعنی دیتایی بین این دوتا خانومی که یه خانم مسابقه بین یه خانم اسپانیایی و یه خانم آمریکایی هستش که تصویر از اونجایی براشون جذاب هستش که این انعکاس تماشاگرها توی شیشه است، یعنی رفلکتش خوده روی شیشه و یه نمای جذاب، واقعا هم عکس جذابی، یه نمای جذابی رو درست کرده. وگرنه اینکه توی این مسابقه اتفاق هیجان انگیز و جذابی بیفته من سرچ کردم چیزی نبودش. بریم تصویر بعدی. این خیلی جذاب و هیجان انگیزه، چون من واقعا تصور میکنم یعنی اصلا موهام سیخ میشه. فنویک ریدلی اگر اسمشو اشتباه تلفظ نکرده باشم یه شناگر بریتانیایی هستش که توی یکی از دریاچه‌های نروژ میاد رکورد شنا کردن توی دمای زیر 0 درجه رو میزنه. مسافتی که طی میکنه 1609 متر هستش. بچه‌ها فکر کنید دما زیر 0 درجه و 1609 متر رو این شناگر شنا میکنه و توی گینس هم ثبت میشه و دمش کم نشون میده چه استقامت بدنی داره، چه از نظر روانی به چه ثباتی رسیده که میتونه یه همچین فاصله زمانی رو طی بکنه توی اون دما و بره رکورد رو بزنه که یه شناگر بریتانیایی هستش که دمش کم. این تصویری هم که دارید میبینید همون دریاچه هست، یعنی دریاچه‌ای توی نروژ هستش که توش شنا کرده و من الان دارم این تصویر رو میبینم همینجوری دارم یخ میزنم، یعنی اتفاقی که داره میفته یه همچین چیزی هستش، ولی این شخص اومده این مسافت رو شنا کرده. دمش گرم. بریم تصویر بعدی. خب این یه پرش، حالا بهش میگن پرش 4 تپه توی آلمان و یه کشور دیگه‌ای برگزار میشه هر ساله و این شخص مهمی نیستش بچه‌ها. اگر اشتباه نکنم زایچ بودش، یه حالا پرش اسکی اسلوونیایی هستش که این تصویر رو عکاس زمانی که گرفته، من داشتم توضیحاتش رو میخوندم، کلی عکس گرفته که رنگ بندی اون شخصی که پرش رو انجام میده با اون نمایی که میگیره بتونه چیزی جذابی باشه که این شخص حالا شانسش گرفته و این عکس ازش منتشر شده. من رفتم هیستوریش هم چک کردم. توی این مسابقات توی حالا 4 تا لولی که برگزار شده رتبه 16 هم تونسته کسب بکنه، پس شخص مهم نیستش. اینجا هم آلمانه اگر اشتباه نکنم و این تصویر گرفته شده و نمای کوها و اون شهر پایین خیلی منو یاد تقریبا سمت ولنجک، اون کوها زمانی که توی فصل زمستون هم الان هستیم میندازه و شهری که تقریبا برج داخلش نیستش و یه حالت خیلی روستایی طور میتونه داشته باشه و چقدر جذاب این عکس و رنگ بندی که صورت گرفته. بریم سراغ عکس بعدی. خب این یه کامیونه بچه‌ها که توی اگر اشتباه نکنم 15 ژانویه توی ایالت آیووا توی آمریکا اتفاق افتاده. حالا چرا این الان منتشر شده و مهمه؟ چون روز رأیگیری حزب جمهوری خواه توی ایالت آیووا بوده، یعنی اونجایی که قبل از حالا این اتفاق قبل از انتخاباتشون بوده دیگه، جایی که توی حزب جمهوری خواه ترامپ و بقیه رقباش برای اینکه یک نفرشون انتخاب بشه و بخواد توی حالا انتخابات شرکت بکنه یه سری رأیگیری های مقدماتی صورت میدن توی این ایالت و بچه این ایالت به شدت برای حزب جمهوری خواه مهمه، یعنی چون تعداد افرادی که رأی میدن زیاد هستش و از نظر تاثیرگذاری توی انتخابات رأی خیلی مهمی داره. توی این زمان یعنی تقریبا 15 ژانویه
انتخابات مقدماتی که توی حزب خودشون انجام میدن واسه اون شخصی که انتخاب میشه خیلی اهمیت داره. چرا؟ ترامپ که انتخاب میشه بچه‌ها توی این، یعنی من رفتم هیستوری چک کردم، ترامپ که انتخاب میشه، این چرا مهمه؟ به خاطر سرمایه گذاری ها و بعد تبلیغاتی که وجود داره. یعنی این انتخابات رو برگزار میکنن که ببینن کی از همه حالا محبوب تره و بعدش پیرامونش سرمایه گذار واسه یه تبلیغات و بقیه اتفاقاتی که رقم میزنن تا انتخاباتشون صورت بگیره انجام میشه که پرقدرت برن حالا با حزب دموکرات وارد رقابت بشن توی مسابقه. و این تصویر هم که گرفته شده همزمان با این انتخابات هستش توی آیووا و این بنده خدا هم از شانس گندش یه کامیونی که چپ کرده دیگه، یعنی نما تصویر جذابیه و نظر زمانی هم مصادف شده با اون چیزی که بهتون گفتم که ارتباط آنچنانی با این تصویر نداره، فقط از نظر زمانی با هم دیگه مشترک هستن. به این فکر کن تصویر آخر هستش، جنگجویا سربازان اوکراینی رو داره به تصویر میکشه و چقدر بچه‌ها این عکس خوراک بک‌گراند. یعنی من میبینم اگه اینایی باشین که مثلا بازی‌های گیمینگ یا مثلا نظامی مثل کال آف دیوتی و این داستانا دوست داشته باشین، این عکس خوراک بک‌گراند گذاشتن توی حالا سیستم لپتاپ و مک و هر چیز دیگه‌ای که دارید. یه حس جنگ طلبانه، یه نمای طبیعت خیلی باحال، درخت، نور خورشید درست، خیلی باحاله. ولی بریم از اون ور بگیم که آقا 17 ژانویه که این عکس گرفته شده این داستانش چیه؟ اینا برای یه سری چیزای مقدماتی برای ضد حملات توی مرز اوکراین با بلاروس هستش که این سربازای اوکراینی هستن که دارن تمرین‌های نظامی میکنن واسه یه جنگ با بلاروس که من رفتم هیستوریشو چک کردم. اتفاق آنچنانی نیفتاد، یه ذره همدیگر تهدید کردم و در نهایت اتفاق آنچنانی نیفتاد و من چقدر دلم بچه برای اوکراین میسوزه. یعنی حالا توی ماه بعد و ویدیوی بعد تصویر رئیس جمهور اوکراین هستش توی این خبرگزاری و با هم دیگه اونجا بررسیش میکنیم. یک کشور رفته رو هوا، یعنی به خاطر حالا نمیدونم منفعتش چی بوده که آقا من بیام جزء اتحادیه اروپا، در صورتی که تو میدونی یکی از ابرقدرت ها دقیقاً هم مرز باد هستش و اجازه این کارو نمیده، میشه تباهی کل کشور. یعنی اتفاقی که کل مردمانش الان فقر رو تجربه کنن، تورم رو تجربه کنن، شرایط جنگی رو تجربه کنن که دولت مردان دوتا کشور بخوان حالا برای اضافه شدن و کم شدن و اینور اونوره که اینکه یه اتفاقی بیفته میان بدبخت میکنن، یه جمعیتی رو بدبخت میکنن. آرزو میکنم که هیچ جایی ما جنگ نبینیم، یعنی اتفاق واقعا دردناکی هستش. ماه ژانویه 2024 تموم شد. خبرگزاری رویترز یه سری عکس گذاشته بود که من این عکس‌ها رو اومدم واسهتون شرح دادم که توی اون تاریخ چه اتفاقی افتاده و چه دیتایی با هم دیگه عوض کردیم. این سری ویدیوها 12 تا هست، هر ماه میایم با هم دیگه بررسی میکنیم و فکر کنم هر 2 روز یه بار من ویدیوشو براتون منتشر میکنم. هر چقدر که دوست داشتید از نظر محتوایی، کیفیت تصویر و شیوه بیانی که داشتم، حتما هر نقد و هر پیشنهادی دارید توی کامنت ها برامون بفرستید و با دوستانتون شیر بکنید این ویدیوها رو و سابسکرایب اگه نکردین همین الان بکنید. دمتون گرم. تا 2 روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.